من از همه بریدم، از همه کلن چپیدم تو اتاق لامس سر خودم. یکی از اون چیزایی که دل خوش میکنه و شکرگزاری رو بالا میبره اینه که تکلیف با توست، نتیجه با تو نیست. این به شدت حال آدمو خوب میکنه. کاری که به عهدت انجام بده، اگر آنچه که میخواستی نشد مهم نیست، چون خدا میگه من نمیخوام اونی که تو فکر میکنی بشه، شاید بخوام بهتر از اون بشه. تکلیف با توه، نتیجه این آیه است. نتیجه افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. این حال آدمو خوب. کنکور آقای دکتر خوندم، 2 سال برای پزشکی خوندم، نمیدونم چی شد، 3 روز به کنکور مونده بود، سیستم مزاجیم کلا به هم ریخت، روز کنکور کلا خراب کردم. گفتم اون 2 سالت رو خدا جبران میکنه، قرار نتیجه جای دیگه جبران بشه، ناسزا بهم بگی، در موردم بد فکر کنی، اصلا مهم نیست. اونی که باید خبر داشته باشه خبر داره، من کارم انجام دادم، نتیجه با من نیست.